بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المتجلی لعباده من افق الالباب، المجلی عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسما بهم إلى أنوار السرور. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قرآن کریم رسول اکرم رو به عنوان الگو معرفی می‌کند و بعضی از وقایع انبیاء رو ذکر می‌کند به عنوان الگو، مانند ایوب صبرش رو به عنوان الگو معرفی می‌کند. ایوب انسان متمکنی بود، زمین داشت، غنم داشت، انسان متمکنی بود، فرزند داشت. خدا هم فرزند رو ازش گرفت، هم زمین رو ازش گرفت، مالش رو ازش گرفت، مریض شد، تنها ماند، به طوری که حتی زنهاش او رو رها کردن. وقتی که عرصه بر او تنگ شد، خطاب به خدا: ایوب اذ نادی ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. خدایا ضرر متوجه من شده است، تو هم ارحم الراحمینی. پاش زخم شد، مریض شد، به طوری که اطرافیانش دیگر نمیتوانستند کنار او بیستند یا بنشینند، رهاش کردند. یه وقتی به تنگنا آمد، خطاب به خدا: مسنی الضر، خدایا به من ضرر وارد شده، به من عنایت کن. سید الشهدا از بدو خروجش از مدینه تا لحظه شهادت هیچگاه هر مصیبتی بر او وارد میشد حمد خدا میکرد، هیچگاه شکایت نکرد، هیچگاه به خدا خطاب نکرد خدایا ضرر به من وارد شده است، زیان وارد شده. ولذا زینب فرمود: ما رأینا الا جمیلا، ما چیزی ندیدیم، هر چه بود زیبا بود، رحمت خدا بود. سید الشهدا وقتی میخواست حرکت کند از مدینه، به بچه‌هاش گفت خدا اراده کرده شما را اسیر ببینند. ان الله شاء ان یراهن سبایا. همه بلند شدن گفتن بابا، هم خواهر هم فرزند، بابا ما هم در کنار تو هستیم. حتی بعض از تاریخ دارد وقتی بعضی وقایع رخ میداد، زنها میخواستن وارد میدان بشوند. امام حسین وصیت کرده بود به زینب که زینب نذار اینا از خیال خارج بشن. ایوب نبی بود، برگزیده خدا بود، خدا او رو به عنوان نبی قرار داد. 3 نفر بیشتر بهش ایمان نیاوردن. خسته شد، گفت خدای درهای رحمت رو باز کن. خدا درهای رحمت رو باز کرد، تمام امورش به شکل اول برگشت. اما سید الشهدا همون پیمانی رو کرد روز اول با خدا بسته بود، عملی کرد. در خون خودش غلطید، به طوری گفت روز عاشورا رفتم جلو که شمشیر رو خارج کنم، کار سید الشهدا رو تموم کنم. این نور سید الشهدا صورتش من رو مشغول کرد. ندیدم کسی به عشق خدا
در خون خود این گونه بغلطد. بچه هاش رهاش کردن ایوب رو در هنگام فشار، اما سید الشهدا باش حرکت کردن. این که میگن قضیه سید الشهدا اعظم مصائبه درسه مدرسه است، به خاطر اینکه قضیه سید الشهدا اگر ما بیاییم در کنار تمام قضایایی که در تاریخ رخ داده، چه برای اولیا چه برای انبیا، میبینید که اعظم مصائب است. لذا فرمود مصیبت سید الشهدا اعظم مصائب است. یوسف وقتی اون جریان زلیخا رخ داد، وقتی که فرار کرد از اون جریان، انه لا یفلح الظالمون، قرآن کریم از زبان یوسف میگوید فرمود خداوند توطئه ستمگران رو به جایی نمیرساند. فرار کرد از ترس خدا، خود رو نجات داد از اون جریان. بعد گفت توطئه گران، شما در مورد من هر چه فکر کنید خدا نگاه می‌دارد آنچه را که در حق من است. این قبر سید الشهداست. هارون اومد گفت صافش کنید. گفتن هارون مردم میان زیارت، گفت کشاورزی کنید، قبر رو پنهان کنید، از بین ببرید. دوباره قبر بنا شد. متوکل آمد گفت 3 روز مردم کربلا به شما فرصت میدم که از کربلا خارج بشید، بالله شما رو به مسلخ میبرم. قبر یزید کجاست؟ قبر معاویه کجاست؟ این قبر سید الشهداست. خدا قسمت کند روز عرفه من کربلا بودم، خواستم برم زیارت سید الشهدا بخوانم. به خود سید الشهدا از خانه که آمدم بیرون، قبل از این که به بیت الحرمین برسم دیدم جا نیست دیگه جایی برم، همونجا زیارت خوندم. خدا قسم یاد کرده کسایی که توطئه میکنن، ظلم میکنن، به هدفشون نمیرسن. نه بقا کرد ستمگر، نه به جا ماند ستم، ظالم از دست برفت و خیمه مظلوم بپاست. هر بقالی، هر در خونه‌ای، هر مسجدی، در مرجعی عالمی بری، محب امام حسین خریدار داره. یه آقایی میگه من روزه، این معروف است این داستان، که من روزه برگزار میکردم هر دفعه تو خونم، یه دفعه این منقل زغال ریخ رو قالی و قالی سوخت، تنینا شدم. مدتی گذشت دیدم احتیاج پیدا کردم این قالی رو بفروشم. به من گفت زنم که قالی رو کسی نمیخره، این قسمتی از قالی سوخته. تاش کردم رفتم در مغازه قالی فروش، گفتم آقا این قالی رو میخری؟ گفت بله. باز کرد دید سوخته، گفت آقا جمعش کن ببر، این قالی رو ما نمیخریم، سوخته است، فایده نداره. همینطور که تاش میکرد گفت تو روزه سید الشهدا سوخته. بهش گفت قالی رو باز کن. این قالی نوش 50 تومن میارزه، من ازت 200 تومن میخرم، چون زغال روزه سید الشهدا رو. این یه مسئله ساده است. این که میگن فردا خداوند متعال عزادار سید الشهدا در اون مرتبه بالا قرارش میدهد، برای این است که سید الشهدا ظلمی که به او وارد شد قابل قیاس با سایر وقایع نیست. ابراهیم امتحان شد، ابتدا با عموی خودش مناظره کرد، با کسانی که خورشید رو میپرستیدن، ماه رو میپرستیدن، ستاره را میپرستیدن، محاجه کرد، مناظره کرد. با بتپرست ها مناظره کرد، جلو همه اونها ایستاد، جلو نمرود ایستاد.
بعد او رو در آتش قرار دادن، گفتن بیاندازینش تو آتش. این صبر ابراهیم در مورد تمام این مصائبی که براش رخ داد. گفت باید اسماعیل تو ذبح کنی ابراهیم. کارت رو که گذاشت روی گلوی اسماعیل، فدیناه بذبح عظیم. ابراهیم چاقو رو بردار، ما یه قربانی بزرگ قرار دادیم که امام رضا فرمود همون سید الشهداست در کربلا تعبیر به ذبح عظیم کرده است. گفت خدایا چرا من ذبح نکنم فرزندم رو؟ گفت این توفیق و این منزلت رو خدا برای کسی دیگه قرار داده. لذا هم علی اصغرش رو به میدان برد، هم علی اکبرش رو به میدان برد، هم خودش رو سرش رو از تن جدا کردن. بچه اولادنا اکبادنا. الان به همه ما بگن بچه‌تون فلان شده، همه ما اصلا شعورمون رو از دست میدیم. آمد جلو بابا با یه نگاهی بهش کرد، گفت مردم میدونید این هیکل و این جسم و این شکل رسول خداست؟ ما اهل بیت وقتی که میخواستیم رسول خدا رو اشتیاق داشتیم زیارت کنیم، نگاه به این علی اکبر میکردیم. سرانجام ابراهیم رو امتحان کرد، بعد فرمود ما مقام امامت رو به تو دادیم. مقام امامت بالاتر از مقام نبوت است، لذا فرمود ما در زمان نبوت و رسالت ابراهیم امتحان متعددی شد. قرآن میفرماد الگوی شما رسول خداست، ولقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. ببینیم این عامه واقعا به قرآن عمل کرده اند، این اسوه حسنه رو الگو قرار داده اند. هم مستدرک علی الصحیحین، هم تاریخ دمشق نقل می کند که ام سلمه میگه رسول الله مهمان من بود، خوابیده بودن، استراحت میکردن، امام حسین آمدن خانه، من جلوش رو گرفتم، یک لحظه غفلت کردم. سید الشهدا رفتن داخل اتاق، دیدم رسول اکرم نهیب زد، فدخل فقعد علی بطنه، بر شکم رسول الله نشست، فسمعت نهیب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فجئت و قلت یا رسول الله والله ما علمت به، فقال انما جاءنی جبرائیل علیه السلام و هو علی بطنی قاعد فقال لی اتحبه. همینطور که رو شکمم نشسته بود سید الشهدا، جبرائیل از من سوال کرد دوستش داری؟ فقلت نعم. رسول الله میگه به جبرائیل گفتم بله دوستش دارم. فرمود ان امتک ستقتله، امت تو او رو خواهند کشت. حدیثی واضحتر از این، روشنتر از این. بعد ذیل این حدیث خودشون ذکر میکنن، میگن این حدیث سندش صحیح هست. میدونید سندش صحیح هست؟ من جسارت میکنم محضر علما برای جوونا میگم، اگر افرادی که یه روایتی رو نقل کنن همه آدمای خوبی باشن، آدمای ثقه باشن، آدمایی باشن که معلوم میشه که این حدیث درسته، رسول الله گفته. بنابر مبنای اهل سنت میگن این حدیث ما درسته، آدماش معلومن، معروفن، ما قبولشون داریم، لذا این حدیث از اونها. مگر شما نمیگویید رسول خدا فرمود اصحابی کن نجوم،
به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. مگه شما نمیگید؟ مگه نمیگید که رسول خدا فرمود اصحاب من همشون ثقن، همشون آدمای خوبی هن، به هر کدومشون اقتدا کنید قبول است؟ مگه سید الشهدا صحابی رسول الله نبود؟ مگه رسول خدا رو ندیده؟ چه شد رهاش کردی؟ چه شد در این قضیه مهم او رو تنها گذاشتی؟ بعد دنبال معاویه رفتی، رسول اکرمی که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، رسول اکرمی که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، رسول اللهی که فرمود انک لعلی خلق عظیم، رسول اللهی که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چه شد؟ پس این قرآن کجا رفت در قضیه سید الشهدا؟ شما که ادعا میکنید ما به قرآن عمل میکنیم، این قرآن معرفی میکند سید الشهدا رو، قضایای انبیا رو نقل میکند و میگه اسوه حسنه شما رسول الله است. ما اگر حسین رو دوست داریم به سفارش رسول الله دوست داریم، چون رسول خدا به ما معرفی کرده، چون راه رسول خدا رو رفته، چون دین داشت از بین میرفت لذا خارج شد که دین رسول خدا رو زنده کنن. محمد ابن سهیل میگه من و کمید خدمت امام صادق رسیدیم. بعد کمید بلند شد که آقا اجازه میدهید یه چند تا شعر بخوانم؟ امام دست مبارکشون رو اشاره دادن، کمید شروع کرد به خواندن چند تا شعر در مورد سید الشهدا. ببینید امام صادق چه کرده برای کمید. اللهم اغفر للکمید و ما قدم و ما اخر و ما اسر و ما اعلن وعده حتی یرضا. خدایا هر چی میخواد کمید بهش بده، اونقدر بهش بده که راضی بشه. یعنی در رحمت رو باز کن، واسع باشه. رحمت سید الشهدا واسعه. آقایون شبهات در شما اثر نکنه، حرفای بی منطق اثر نکنه. دنیا داره امتحانه، شیطان کمین کرده. این وسوسه هایی که گاهی وقتا رخ میدهد، انسان وسوسه میشه، اینا پای شیطونه. مگه میشه؟ ما یه عمری بله میشه. خدا این وعده رو توسط رسولش و اولیاءش به ما داده است. عبدالله ابن فضل میگه من خدمت امام صادق رسیدم، سوال کردم آقا جان چرا مصیبت سید الشهدا اعظم مصائب شده؟ فرمود تا من بودم و امیر المؤمنین بود و امام حسن علیه السلام، ما مطالب رو به مردم با کمک هم بیان میکردیم، میگفتیم، ابلاغ میکردیم. اما وقتی من رفتم، امیر المؤمنین رفت، امام حسن رفت، امام حسین تنها ماند. فرمود فکان ذهابه که ذهاب جمیعه. وقتی سید الشهدا شهید شد انگار همه اصحاب کسا رفتن، کسی باقی نمانده. کما کان بقاؤه که بقاء جمیعهم فلذالک صار یومه اعظم الایام مصیبتا. رضا روز سید الشهدا اعظم مصائب است. علامه مجلسی نقد میکند جعفر ابن عفان میگه من آمدم خدمت امام صادق، تا امام صادق من دید به من اشاره کرد، گفت بیا جلو، گفت برای من بخوان. ائمه مجالس رو میخوان زنده نگهدارن تا یاد بدن به نسل ما، به نسل هایی که میاد که آقا جون قضیه سید الشهدا با این مجالس پیله میشه. بعد میگه وارد شدم، مرا صدا زد گفت بخوان. خواندم.
سر پا ایستادم، امام شروع کرد به گریه کردن، اشکاشون رو گونه‌شون قرار گرفت. وقتی تموم کردم به من خطاب کرد، گفت یا جعفر، هنگامی که تو میخواندی تمام ملائک مقرب گریه میکردن. تو میخواندی خدا بهشت رو برای تو قرار داد. تو میخواندی خدا تمام گناهانت رو بخشید. این مقام سید الشهداست. من ذکرنا عنده ففاضت عیناه حرم الله وجهه علی النار. میدونید چی میگه امام صادق؟ میگه اگه کسی یاد سید الشهدا افتاد، برای امام حسین گریه کرد، این صورت روز قیامت براش آتش حرام میشه، چون این صورت ها فردای قیامت همش میسوزه. اعمال میاد جلو صورت انسان، تمام کارهایی که تو دنیا انجام داده این عادت خوبیه که آقایون که جمع میشن گاهی وقتا از این جوونا من میبینم یه ذکری میکنن، یه اشکی میریسن، خوش به حالشون اینا که این حالتو دارن. رفتیم کنار قبر سید الشهدا ایستادیم، یه اشکی هم میریم. این واقعا مجالس خوبی است و جوانای ما باید این مجالس رو زنده نگه دارن. خدا فرصت که میده انسان باید برای آخرتش ذخیره کنه. من عادت ندارم خواب بگم، چون این خوابای امروز و ادعای امروز رو هیچ کدوم قبول ندارم، ولی چون علامه مجلسی نقل کرده لذا من این قضیه رو نقل میکنم. اون مرد بزرگ، اون مرد الهی، اون جهادی که کرد، شما میدانید انسان 2 کتاب میخواد بنویسه عمرش تمام میشه. این مرد فقط بهار رو 110 جلد، فقط بهار، غیر از کتابای دیگه، اینا برگزیده شده خدا. اینا خدا انتخابشون کرده که این گونه دین رو یاری کنن. نقل میکند علامه مجلسی، من یه جایی به نقل از سید علی حسینی میگه یه مجلسی بود در مشهد، منبری بالای منبر در مورد گریه برای سید الشهدا برای مردم میگفت بعد از مجلس یه چند نفر نشستن دارن صحبت میکنن، دیدم یکیشون میگه آقا این حرفا چیه؟ این آقا رو منبر بزن. فرداش تو مجلس هم آقا اومد گفت آقایون از همه شما معذرت میخوام، من حرفام پس گرفتم. بهش گفتیم چی شد؟ گفت دیشب خواب دیدم، تشنمه، تو خواب آب میخوام، دنبال آب میگشتم، آب پیدا نمیکردم. روز قیامت روز تشنگی هست. این سرابی که خدا تو این دنیا تو جاده ها گذاشته نشونه سراب روز قیامت ها. هی فکر میکنن گناهکاران آب میدون، به اون منطقه میرسونن آب نیست. روز قیامت یکیش تشنگیه، یکیش هم گرسنگیه. اما محب سید الشهدا تشنه نمیماند، محب امیرالمومنین تشنه نمیماند، دستش رو از توی قبر میگیره. میگه نگاه افتاد دیدم یه صدایی میاد. من عمدن این جمله رو نوشتم که ببینید این جمله عادی نیست، از ولی الله صادر میشه این جمله. انت الذی تنکر فضل البکا علی مصائب ولدی الحسین. تو منکر میشی که گریه بر سید الشهدا این مقامو داره، این جایگاه داره. ولدی الحسین و مهجت قلبی و قرة عینی الشهید المقتول ظلما و عدوانا. بعد فرمود لعن الله قاتلی و ظالمی و مانعی من شرب الماء. خدا لعنت کند اونایی که از آب دریغ کردن یه قطره آب برا فرزندم، و خدا لعنت کند. لذا باید این لعن رو با جان و دل گفت. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. خدا لعنت کند اونهایی که این کار رو ایجاد کردن.
این امر الهی است. خدا البته میدانید خواب تو قرآن آمده، قرآن هم اشاره میکند به او، اما نه هر خوابی. مثل خوابی که حضرت یوسف دید، عزیز مصر دید. گاهی وقتا خداوند متعال درهایی رو باز میکند تا انسان متوجه بشه. آدم خوبیه، آدم سادهیه، اما غافله، نمیدونه که این راه داره میکشتش. یه عنایتی، یه نورانیتی، اونم برای انسانهای مخلص. ببینید امام صادق به ریان ابن شبیب چه فرموده، چه گفته است به ایشان. فرمود اگر گریه کنی و آب از دیدگانت سرازیر شد، خداوند متعال اولا هر گناهی رو داشته باشی، چه کوچک چه بزرگ، خدا اونها رو همه رو پاک میکنه از نامه اعماله. فرمود اگر یاد کنی دشمنان سید الشهدا رو و اونها رو لعن کنی، خداوند متعال فردای قیامت یه خانه ای رو به تو میدهد نزد خانه پیامبر و اولیاءش. فرمود اگر بخواهی مانند شهدای کربلا اجر شهدای کربلا رو داشته باشی، اونایی که در خونشون غلطیدند، هرگاه یادت افتاد بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. اینا مخصوص سید الشهداست. بعد اگر بر ما اندوهی ما اندوهناک بشی، برا خوشحالی ما شاد بشی، فردای قیامت خداوند متعال تو رو در درجات اولا عالیه بهش قرار میدهد. 3 روز پیش یه آقایی رو از کانادا آورده بودن پیش من، خدا میداند. بهش گفتم آقا سوال کن چی شد تو شیعه شدی؟ یه جوان مونده 27 سال. اون کسی که تو منزل شیعه شد آورده بود. گفتم چی شدی؟ گفت آقا شبای ماه رمضان من دعا جوشن کبیر میخوندم، زیارت جامعه میخوندم، به اهل بیت توسل میکردم. این نگاه من میکرد، میگفت اینا کیان؟ میگفت بعد از 4-5 روز به من گفت که این حرفای تو، گفتار تو بر من اثر کرده، چگونه منم میتونم اینا رو دوست داشته باشم، محب اینا باشم. گفت اینا چیزی از ما نمیخوان، چیزی ما طلب ندارن، با هر کاری هم میکنیم برای خودمونه. اگر در مجلسی میشینیم عزاداری میکنیم برای خودمونه. اونا کمالن، تمام فیضن، به چیزی نیاز ندارن. امشب خودتو احساس کنی زیر قبه سید الشهدا، میخوام مصرع سید الشهدا رو بخورم. اون لحظه ای که نشست بر سینه سید الشهدا، اون لحظه ای که بچه ها به میدان آمدن، اون لحظه ای که چادر از سر بچه ها برداشتن. اول یه چند تا سلام کنم به این بلا اکفان، سلام بر اونایی که بی کفن دفنشون کردن. میدونی امام زمان جد تو رو با چه دفن کرده؟ السلام علی رؤوس المفرقة عن الابدان، سلام بر اون سرهایی که از بدن جداشون کرده. السلام علی مقطوع الوتین، آمد گودال قتلگاه، گفت بابا جان چه کسی رگ گلوی تو رو بریده است. السلام علی الشیب الخضیر، سلام بر اون محاسن دخون آبشته، اون زرده ای که رو کلاه خود امام حسین خود کار خودشو کرد. اصحاب مقاتل میگن وقتی کلاه خودو برداشت تمام این خونها رو محاسن سید الشهدا سرازیر. ثم انه علیه السلام
أمر عياله بالسكوت وودعهم وطلب ثوبا لا يرغب فيه أحد. همه رو ساکت کرد. اصحاب مقاتل میگه طوری حرف میزد که انگار اونها رو نمیشناسد. با همه وداع کرد، همه رو ساکت کرد. گفت خواهرم لباس کهنه داری به من بدی؟ امام زمان معذرت میخوام، حتی به اون لباس کهنه هم رحم و دعا بولده الرضيع ليودعه فأتته زينب بابنه عبد الله وأمه رباب فأجلسه في حجره يقبله. گفت خواهرم فرزندمو بده باش وداع کنم. او رو بر زانوی خود گذاشت، او رو میبوسید. اتا به نحو القوم یطلب له الماء، آورد جلو قوم لشکر. گفت مردم شما با من دشمنید، مگه نمیبینید چجور دست و پا میزند؟ ان لم ترحمونی فرحموا هذا الضيف اما ترون کیف یتلظى عطشا. امام زمان فرماه حرملا بسهم فذبحوه من الورید الى الورید. حرمله اون تیر رو به گلوی علی اصغر زد. اصحاب مقاتل میبینیستن گلو رو درید. اللهم انت تعلم انت الشاهد على هؤلاء القوم قد قتلوا اشبه الناس برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسمع عليه السلام قائلا يقول دعه يا حسين فإن له مرضعة في الجنة. فجاء به إلى قرب خيمة العقيل زينب فخرجت إليه العقيل. آوردش کنار خیمه زینب. زینب خارج شد. فلما نظرت إلى الطفل، هنگامی که به این کودک نگاه کرد، و اذا به مذبوح من الورید إلى الورید، دید گلوش رو تیر دریده. و السهم نابت فی نحره، تیر به گلوش ثابت کرده. و دمه مسفوح علی صدره، خونش بر سینه جاری شده. و تقدم نحو القوم حتی قتل جمعا كثيرا ثم حمل على الميمنة وهو يقول الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار. وحمل على الميسرة وهو يقول أنا الحسين بن علي آليت أن لا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. عده زیادی رو به درک واصل کرد. رجز میخواد. فوقف يستريح لحظة، آمد لحظه ایستاد. وقد ضعف عن الآخر، دیگه توانایی جنگ نداشت. فیما هو واقف، همینطور که ایستاده بود، اذ اتاه حجر سنگی آمد فوقع على جبهته، بر پیشونی سید الشهدا
فأخذ السهم فأخرجه من وراء ظهره نتونستی رد شد فانبعث الدم كأنه ميزان مانند آب نابدان جاری شد فنظر عبد الله بن الحسين الحسن السيف وله 11 سنة إلى عمه وقد أحدق به القوم فأقبل يشتد نحو عمه وأرادت زينب حبسه فأفلت منها فجاء إلى عمه وأحوى بحر بن كعب بالسيف ليضرب الحسين فصاح الغلام عبد الله بن حسن وقتی مظلومیت عمو شدی زینب مانع شد اما از دست زینب فرار کرد به طرف امام حسین حرکت کرد صدا زد دشمنی خواست سید الشهدا رو بزند فریاد زد یبن الخبیثه اتضرب عمی الحسین ای نانجیب عموی مرا میزنی فغضب اللعین من کلامه فضرب الغلام بسیفه على یده عبدالله رو با شمشیر دزد فاذا هی معلقه فصاح الغلام یا عماه لقد قطعوا یدی صدا زد عمو جان دستم رو قطع کردم و نظر الى امه به مادرش نگاه کرد فی باب الخیمه فنادى یا اماه لقد قطعوا یمینی دست راستم رو قطع کردن فضمه الحسین الی امام حسین او رو در دامنش نشان فقال یا ابن اخی اصبر علی من اما نزل بک تحمل کن صبر داشته باش واحتسب فی ذلک الخیر فإن الله تعالی یلحقک بآبائک الصالحین نزدیک است که تو هم ملحق بشی به آبائک رمى الغلام حرملة ابن كاهل بسهم فذبحه وهو في حجر عمه حرمله تیری زد در حالی که دامن سید الشهدا جان داد و بقی الحسین مطروحا على الارض سید الشهدا رو زمین باقی ماند ملیا ولو شاءوا ان یقتلوه قتلوه دیگه سید الشهدا توانایی نداشت اگر میخواستن رو به شهادت برسانن میتوانست فصاح شعر ما تنتظرون بالرجل قد افخنته السماع بر ما نمیبینید بدن سید الشهدا رو پر از تیر است پر از نیزه است پر از شمشیر است کارشو تمام کنید امام زمان احملوا عليه فضربوا زرعة ابن شريك على كتف الأيسر كتف راس سيد الشهداء مورد هدف قرار داد ورماه الحسين في حلقه گلوی سید الشهداء مورد حمل قرار داد وضربه آخر على عاتقه کنار کتف مورد هدف قرار داد وطعنه سنان ابن انس في تربته ثم في بواني صدره ثم رماه بسهم في نهره تیر رو به گلوی سید الشهدا زد وطعنه صالح ابن وهب في جنبه پهلوی سید الشهدا را مورد هدف قال هلال بن نافع كنت واقفا نحو الحسين فرأيته يجود بنفسه امام حسین در خون خود می‌غلتید منم نظاره‌گر بودم فاستسقى في هذا الحال ماء فابوا ان يسقوا گفت آب به من بدید قوم آب ندادند وقال رجل لا تذوق الماء حتى ترد الحاویه فتشرب من حمیمه وأقبل فرس الحسين يدور حوله ويلطخ ناصيته بدمه این اسب وفادار اسب تعلیم شده آمد بدن خودش رو با خون سید الشهدا
آغشته کرد. آخه زینب منتظره، سکینه منتظره. و یشم و یسهل سهیلا عالیا، فریاد بلندی میکشید. کان یقول الظلیم الظلیم من امت قتلت ابن بنت نبیها توجه نحو الخیام. اسب حرکت کرد به سوی خیام. فلما نظرنا النساء الجواد مخزيا والساج عليه مدبيا خرجنا من الخدود على الخدود لاطمات وبالعبيل داعيات وبالعز مذللات وإلى مصرع الحسين مبادرات. بچه‌های سید الشهدا دیگه تحمل نکردن، همه از خیمه بیرون دویدن. واحدة تنهو علیه تضمو، یکی خودش رو بر جسد سید الشهدا انداخت. و اخرى علیه بالرداء تظللو و اخرى بفیض النح تصبغ شعرها. اون خانم، اون دختر سید الشهدا مواش را آغشته به خون سید الشهدا میکرد. و آخر بفیض النح تصبغ شعرها و اخرى تفديه و اخرى تقبله و اخرى على خوف تلوذ بجانبه و اخرى لما بدنا ليس تعقل. نادت ام كلثوم، نادت ام كلثوم و محمدا و ابتا و علیا و جعفرا و حمزتا. کی رو صدا بزنه؟ کسی باقی نمانده بود. هذا حسین بالعرا سریع بکربلا. نادت زینب و اخاه و سیدا لیت السماء اطبقت على الارض و قد دنا منه عمر بن سعد. آمد که شماتت کنه عمر بن سعد، خودشو نزدیک زینب کرد. مع جماعت من اصحابه و الحسین یجود بنفسه. سید الشهدا در خونش میغلطید. فصاحت ای عمر ایقتل ابا عبدالله و انت تنظر الی. مگه نمیبینی چگونه به خونش میغلطد؟ تو ایستادی تماشا میکنی. فقالت ویحکم اما فیکم مسلم، مسلمون میان شما نیست. فلم یجبها احد، کسی اعتنایی نکرد. ثم صاح ابن سعد بالناس انزلوا الیه و اریحوا. مگه نمیبینید حسین آرام گرفته، کارش رو تمام کنید. فبدر الیه شعر، شعر جلو آمد.